الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، سلسله برنامه باغ نکوکاران را ادامه میدهیم و کتاب ریاض الصالحین امام نووی است. امروز موضوعی که انشاءالله صحبت خواهیم کرد بسیار یک موضوع مهم و یک موضوعی که امروز اکثریت آن نفرانی که باید این کار را اجرا کنند از این کار با یک بهانه یا با یک سبب از این کار یا عقب نشینی میکنند یا از این کار کلا دست کشیدند. الله سبحانه و تعالی ما را و آنها را هدایت کنند. و همچنین بعضی در اطرافش سوال‌های هست که امروزه موضوع ما و شما درباره امر کردن یا دعوت کردن به کار نیک و بازداشتن همدیگر را از کار بد، یعنی امر معروف و نهی از منکر کردن. امروز میبینی که جامعه اسلامی باید همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر، یعنی به کار خیر دعوت کند همدیگر را و از کار بد همدیگر را باز دارد. جامعه اسلامی با همین یک تعلیم الهی، با یک فرمان الهی یکدیگر را همدیگر را اصلاح میکند، یعنی خود را با خود چیکار میکند؟ اصلاح میکند و نمیماند که یک کار بد در جامعه یک کار فساد پهن گردد. و اگر این کار از بین رود جامعه اسلامی به فساد روی میبیارد. و امروز آنهایی که میگویند تو خودت را ملا گرفته ای یا امروز تو به من نصیحت نکن، با آنها چی بگوییم؟ یا آنهایی که امروز باید وظیفهشان امر معروف و نهی از منکر کردن است عقب نشینی میکنند، نتیجه و عاقبت آنها چی خواهد شد؟ آیا آنها با همین خود را احتیاط میکنند یا اینکه عاقبت آنها بدتر و وخیمتر خواهد شد؟ الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران میفرماید کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما ای امت محمد بهترین امت هستید. الله سبحانه و تعالی خود شهادت داده ایستاده است که ما امت پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین و افضلترین امت هستیم. شرطش چی است؟ برای چی الله سبحانه و تعالی این برتریت را برای ما الله سبحانه و تعالی عطا نموده است؟ سببش را بینید در ادامه آیت الله سبحانه و تعالی بیان میکند، میگه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. زیرا اینکه شما امر معروف و نهی از منکر میکنید، به کار خیر به کار نیک دعوت میکنید، این وظیفه بهترین را اجرا میکنید و از کار بد همدیگر را باز میدارید. سبب افضلیت و برتریت و بهتریت امت پیامبر صلی الله علیه و سلم و ما و شما مخصوصا ان همین وظیفه بوده است. اگر ما و شما از این وظیفه دست کشیم چی؟ اگر عقب نشینی کنیم چی؟ این وظیفه رو اجرا نکنیم چی می شود؟ ببینید الله سبحانه و تعالی در دیگر آیت چی میگوید؟ الله سبحانه و تعالی وقتی اهل کتاب امتان سابقین را پیشینه را ذکر میکند میگوید لعن الذين كفروا من بني اسرائیل على لسان داوود و عیسی ابن مریم. بلعنت گرفتار شده اند بنی اسرائیل از زبان کی؟ از زبان داوود و عیسی ابن مریم، یعنی پیامبران با آنها لعنت فرستادند. الله سبحانه و تعالی نگه دارد ما و شما را از این. سبب در چی بود؟ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. آنها همدیگر را وقتی کاری بد را میدیدند همدیگر را از کاری بد باز نمی داشتند. امر معروف و نهی منکر این وظیفه بزرگترین و بهترین را ادا نمی کردند. لبئس ما كانوا يفعلون. الله سبحانه و تعالی میگوید چی بد است این کارشون، چقدر بد است. خود الله سبحانه و تعالی گفته است. یعنی اگر ما این وظیفه را اجرا کنیم بهترین امت ها حسابیده میشیم و اگر این وظیفه را ادا نکنیم و از این دست کشیم یا عقب نشینی کنیم ببینید وعید الله را که چقدر بد است. بنابراین حذیفه رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتند در حدیث؟ ببینید این حدیث مبارک را والذی نفسی بیده
حدیث با چه آغاز شده است؟ با قسم. صادق المصدوق، صادق ترین بشریت پیامبر صلی الله علیه و سلم که نیاز به قسم خوردن ندارند، قسم یاد کرده ایستاده، گفته ایستادند که والذی نفسی بیده، قسم به نام آن ذاتی که جان من در دست اوست، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر. شما امر به معروف میکنید، یعنی همدیگر را به کار خیر دعوت میکنید، یا از کارهای بد همدیگر را باز می‌دارید، یعنی نهی از منکر میکنید. او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه، یا اینکه الله حق سبحانه و تعالی به شما اگر این کار را انجام ندادید و از این وظیفه‌ای که الله بر دوش ما و شما این وظیفه را نهاده است، اگر از این ما عقب نشینی کنیم، الله حق سبحانه و تعالی برای ما و شما یک عذاب میفرستد که از آن عذاب الهی راهی گریزی نیست. و در آخر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ثم تدعون الله فلا یستجاب لكم. الله حق سبحانه و تعالی رو دعا میکنید، سپس الله حق سبحانه و تعالی دعای شما رو مستجاب نمیگرداند، دعاتون قبول نمیشود. امروز متاسفانه دعای ما و شما قبول نمیشود. ببینید سببش را پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند. امروز وظیفه بهترین را که سبب برتریت ما و شما بر دیگر امتان است، امروز ما عقب نشینی کرده ایستادیم. صدها بلکه هزارها نفر که این فرض کفایه است برگردن هر یکی ما و شما، امروز این فریضه الله حق سبحانه و تعالی پایمال شده ایستاده است و امروز سبب جامعه روی به فساد آوردنش ترک کردن این وظیفه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که متفق علیه است، یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت شده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند مثال من و مثال هدایت به مانند باران و زمین است. پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال میبیارند، یعنی آن چیزی که من از هدایت و از راهنمایی که آوردم، که پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین نفرهایی بودند که امر معروف و نهی منکر و دعوت به سوی الله میکردند، میگویند مثال من و امتان به مثال باران و زمین است. گویا پیامبر صلی الله علیه و سلم باران و رحمت هستند و امتان مثل یک زمین هستند. زمینی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند زمینی هست که باران را برای خود میگیرد و سبزی ها میدهد، میوه میدهد. یعنی نیکی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و دعوتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم، نور و هدایتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امتان میدهند، بعضی از نفرها برای خود میگیرد و نه به دیگران هم منفعت میبخشد. مثل بعضی زمینی که از باران منفعت خود بهره میبرند و همچنین به دیگران باز سبزه و میوه و ثمره های بهترین میدهند. باز میگویند باز یک زمینی هست که و زمین سخت است، آب را بر خود میگیرد اما سبزه و میوه و ثمره نمیدهد. ولی مردم وقتی آب را نگاه میدارد، باران را نگاه میدارد، از آن آب می نوشند و بر دیگر زمین ها میدهند. یعنی ببینید بعضی انسان هایی هستند که علم دارند ولی به علم خود عمل نمی کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را با این زمین مثال آوردند. علم دارد، یعنی باران را گرفت ولی میوه ندارد، بی میوه است. علمش را به دیگران میدهد، لااقل دیگران منفعت میبرند. سیومین طایفه را پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال میبرند، آنها به مانند قیعان، به مانند یک زمینی هستند که زمینی بسیار، یک زمین هموار است، یک زمین المس است، بسیار تکیس است که نه برای خود آب میگیرد نه برای دیگران منفعت میبخشد. یعنی نفسیت آنها و قلب آنها به مانند این زمینی است که نه خود از باران بهره میبرد و نه به دیگران میرساند و نه یک ثمره و میوه میدهد. وقتی به آنها نصیحت میکنی، آنها میگویند تو خودت را ملا نگیر. یا بعضی نفرها هستند که
میگویند به مردم خواه نخواه تو چقدر که گپ زنی هم فایده ای نداره. الله سبحانه و تعالی ببینید چی میگه. چون این مردم را وصف کرده الله میگوید و اذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا. یک طایفه مردم بودند که میگفتند برای چی شما امر معروف میکنید، نصیحت میکنید، موعظه میکنید؟ اینها یک قومی سرسختی هستند که خواه نخواه الله سبحانه و تعالی اینها را یک عذاب شدید میدهد. جواب الهی را ببینید یا جواب آن نفرهایی که از برای الله امر معروف و نهی منکر میکردند. میگویند قالوا معذرة الی ربکم، ما آنها بهره میگیرند یا نمیگیرند ما کاردار نیستیم، به نتیجه ما پروایی نداریم، بلکه ما برای خود یک حجت تا اینکه روز قیامت ما میخیزیم به نزد الهی به محشر به یوم الجزا میگوییم که پروردگارا وظیفه‌ای که بر دوش من تو داده بودی لااقل ادا کردم. معذرة الی ربکم، پروردگارا مرا عذر مرا قبول کن، من رساندم تا حدی که میتوانستم رسانیدم. یک کنج نشینی نکردم، عقب نشینی نکردم یا بهانه نجستم. پروردگارا آن چیزی که از دستم می آمد همه اش را کردم، نتیجه از جانب تو بود. ببینید یعنی با آنها وقتی ما صحبت میکنیم تاثیر میکند نمیکند، نتیجه چگونه میشود ما پروایی نداریم. معذرة الی ربکم. الله سبحانه و تعالی خوش رو بیان کرده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم خوش رو در احادیث مبارک خود بیان کرده. دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را این وظیفه الهی و این وظیفه‌ای که برای ما و شما شرف است و مرتبه است، الله سبحانه و تعالی اخلاص را نصیب گرداند، ما و شما را مخلص بگرداند و الله سبحانه و تعالی ما و شما را استوار گرداند و این را به یک طرز ادا کنیم که شایسته همین وظیفه باشد. الله سبحانه و تعالی موفق گرداند. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.